الو گلرو جون پدرت اومد دماغش چاق نسترینش اوه زر خوزینه سیب خورده شده است اکن خدا رازگیش گیریم و فاتحه پدرت را گیریم و تو یکی شمای من بینم خودت میدونی که پدرت عصبی پدرکت خیر کن نمیدونم دو مچمدن خب پسی دروازه انتظار وی رو هم دعوت میکنم اول دیلی پدرت یابم بعد دو مچمده دعوت میکنم خدا معقول شود خدا معقول دانده کن مرش دختر جان وی گلروی یکی منی ولی ریانک نوش من نوشیدم چهارده من نوشیدم دتا جون است همون جوان آمد جوانی که کی؟ گلبه جانی دخترمون گفته بودند که همون معقول کرده است کن همین جوانه اگر راضی باشید چی مقصد؟ و نیت؟ اگر مقصد است گلبه جان و همین جوان یعنی داماد شونده فاتحه شما گرفتنی اگر راضی باشید توی یکم قرار دیم چون که بیهوده نگفتند که پدر ریزا خدا ریزا فهمو مالش کوی بیاد یک بینیم داماد توره رو ما آدم خور نکو فقط عصبی نشوید یک تاشه سیبقتی زده بوده دیگر همه خیلی راهی خانمان رو فراموش کرد حاضر من دعوت میکنم فقط عصبی نشوید دادا جانکش عصبی نشوید خانه داری؟ لبه کاری خانه داری؟ نه ندارم از بزرگان نظر کردن صاحبی خانه میشی ماشین چی؟ ماشین داری؟ نه ندارم از بزرگان یک نظر کردن یک دستگیری کردن صاحبی ماشین هم میشی اقلا دیپلم معلومات داری؟ لبه یگان هنر داری؟ نه ندارم خیلی از بزرگان نظر کردن یک دستگیری کردن صاحبی معلومات هم میشیم هنر هم میشیم دیپلم هم میشیم همه از بزرگان دکم یا نظر دادا جانکش من فتیر گرم پخت آوردم نه وکک از تنور کندم خیر دو موت شونده چی خیل معقول شد جوانی بد نه جوانی بد نه ورودی ما دا معقول شده سای مرا عزیز و بزرگا گفته سای آفرین خان تا بزن